سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز همراه شما ما موضوع معادله‌های ایراسیونلی را دیده می‌بریم. یعنی معادله‌های ایراسیونلی گفته چرا فهمیدن ممکن است. آن معادله‌هایی که در آن عددی نامعلوم در تحت اشاره رادیکال یا اینکه ریشه‌های درجه n موجود است معادله‌های ایراسیونلی نام دارد. یعنی این موضوع را با مثال‌ها دیده می‌بریم. یعنی فرض میکنیم ریشه کواdraتی از x برابری 2. یعنی به جای تغییر بند x آن قیمتی را باید گذاریم که جواب آن به 2 برابر باشد. یعنی خیلی که معلوم است جواب این معادله یا جواب این مثال به x برابری 4 برابر می شود. برای آنکه هنگامی عددی 4 را به جای x گذاشتن ما عددی 2 را حاصل میکنیم. این گونه معادله های ایراسیونلی نامیده می شود که این معادله یکی از معادله های عادی ترین به حساب می رود. فرض میکنیم مثال 2 رو میبینیم. ریشه کوبی از x برابری 3. یعنی به جای تغییر بند x باید چنین عددی را گذاشت که جواب آن به عدد 3 برابر باشد. یعنی برای یافتن این عدد الکی ما منطقاً میدونیم که به جای x چنین عددی رو گذاریم که جواب آن از ریشه کوبی برآوردن به عدد 27 برابر است. یعنی هنگام عدد 27 را به جای تغییر بند x گذاشتن ما عدد 3 را حاصل میکنیم. یعنی میسنجیم ریشه کوبی از عدد 27 این برابری به 3 برابر می شود. یعنی x برابری 27 جواب این معادله ایراسیونلی عادی ترین می باشد. اکنون بیایید خوانندگان عزیز معادله های ایراسیونلی را یا خود معادله ایراسیونلی را در نمود عمومی می نویسیم. یعنی معادله نمودی 2 نشان دهندش n فرض کردیم از f از x برابر a معادله ایراسیونلی عادی ترین نامیده می شود که در اینجا 2n نشان می دهد که در اینجا درجه ریشه رادیکالی با عدد جفت برابر است. f از x باشد در اینجا رول تغییر بند دار رو می بازد. a باشد a این عدد است. یعنی ساحه قیمت های امکان پذیر این معادله چنین است. در اینجا باید f از x همه وقت عددی مثبت باشد. a باشد a هم عددی مثبت می شود. برای حل کردن این معادله هر دو طرف معادله رو به درجه ریشه n می برداریم. یعنی که اگر همین طور معادله داده شدگی باشد ما می توانیم هر دو طرف آن رو به درجه ریشه کوادراتی یا ریشه درجه n برداریم. می تواند به جای عدد a ifade ریشه داری دیگر جای داشته باشد. آنگاه ما می توانیم سایر قیمت های امکان پذیر آن را یافته بعد معادله را حل کنیم. یا اینکه معادله را حل کرده ایستاده ما می توانیم پس از حل معادله سنجش را گذرانیده ایستاده بعد جواب آن را نویسیم. یعنی اگر با ما ریشه n از f از x برابری ریشه n از g از x داده شده باشد فرض کردیم در اینجا n درجه طاق شده میتواند و هم درجه جفت شده میتواند. ما میتوانیم هر دوی این طرف معادله رو به درجه n برداشته بعد تغییر بندی آن را یابیم. یعنی که یکی از طرز های حل کردن معادله ایراسیونلی این به درجه برداشتن دو طرف می باشد. دیگر طرز حل معادله ایراسیونلی این داخل نموده تغییر بندی نو نیز می باشد که آنها را با مثال ها نشان می دهیم. مثال ها را دیده می براییم. در مثال یکم چنین آمده است. ریشه کوادراتی از x مینوس 2 برابر 3 طلب کرده می شود که این معادله را حل کنیم. یعنی به جای تغییر بند x باید چنین عددی را گذاشت که هنگام گذاشتن به ifade برابری داده شده عددی 3 حاصل شود. هر دو طرف این معادله را به درجه 2 یا اینکه به کوادرات می برداریم. یعنی می نویسیم ریشه از x مینوس 2 برابر 3 در قوس هر دو طرف این معادله را به کوادرات می برداریم. هنگام به کوادرات برداشتن دو طرف معادله کوادرات و ریشه اصلاح شده و ما x مینوس 2 برابر 3 را به درجه 2 برداشتن 9 حاصل می شود.
از اینجا x برابر 9 جمع میدو یا اینکه x برابری 11 حاصل می شود. می توانیم این رو سنجیم. آیا عددی 11 معادله را قانع می سازد یا نه؟ بنابراین می سنجیم، سنجش می گذارونیم. 11 را به جای تغییر بندی x می گذاریم. یعنی 11 مینوس 2 برابری باید 3 باشد. ریشه کادراتی از 9 برابری 3 یا اینکه از ریشه کادراتی از 9 3 حاصل می شود. 3 به 3 برابر است. این یکی از مثال های عادی ترین به حساب می رود. در جواب قید می کنیم که جواب معادله x برابری 11 است. اکنون همراه شما مثال دوم را دیده می بریم. در مثال دوم چنین معادله داده شده است. ریشه کوبی از x جمع 2 برابری 5. توقع کرده می شود که از این معادله عددی یا اینکه نامعلوم x یافته شود. خیلی که می بینیم در طرف چپ معادله ریشه درجه سوم جای دارد. برای یافتن عددی نامعلوم x هر دوی طرف این معادله رو به درجه 3 می برداریم. یعنی می نویسیم ریشه کوبی از x جمع 2 برابر 5 در داخل قوس به درجه 3 می برداریم و حاصل می کنیم 3 و این 3 اصلاح شده به ما x جمع 2 برابر 5 را به درجه 3 برداریم 125 حاصل می شود یا اینکه x برابر 125 مینوس 2 یا اینکه x برابر 123 حاصل می شود. آیا 123 حل این معادله می باشد یا نه؟ می سنجیم. 123 را به جای تغییر بندی x می گذاریم. ریشه کوبی از 123 جمع 2 برابر ریشه کوبی 123 را به 2 جمع کردن 125 حاصل می شود. ریشه درجه سوم از عدد 125 خیلی که معلوم است به عدد 5 برابر است. یعنی در جواب قید میکنیم که جواب معادله به عدد 123 برابر شد. خوانندگان عزیز اکنون مثال 3 را دیده میبریم. در مثال 3 گفته می شود که معادله ایراسیونالی زیرین حل کرده شود. یعنی خیلی که معلوم است در مثال 3 ا داده شده است ریشه کواdraتی از x برابر x مینوس 2. ما میتوانیم این معادله رو در اول از روی سایه قیمت های امکان پذیرش حل کنیم یا اینکه این سایه قیمت های امکان پذیر رو اگر نیابیم ما میتوانیم پر این معادله رو حل کنیم و در آخر سنجش گذرانده ایستاده بعد جواب آن رو نویسیم. یعنی حل میکنیم. چنین حل میکنیم ریشه کواdraتی از x برابر x مینوس 2. خیلی که معلوم است در طرف چپ معادله ریشه کواdraتی از x جای دارد، در طرف راست معادله x مینوس 2 جای دارد. هر دو طرف این معادله رو به درجه 2 میبرداریم. یعنی ریشه کواdraتی از x در کوادرات برابر x مینوس 2 در کوادرات. برای اونکه هنگامی به کار برداشتن دو طرف معادله ما از رادیکال یا اینکه از ریشه کواdraتی اریتمتیکی آزاد میشویم. کوادرات و ریشه اختصار شده با ما x را میدهد. اکنون طرف راستی معادله باشد x مینوس 2 در کوادرات موافق فرمول یکم و یا دوم ضرب مختصر گشوده می شود. یعنی x کوادرات مینوس 2 ضرب x ضرب 2 جمع کوادرات اعضای دوم. این به 4 برابر است. یا اینکه x برابر x کوادرات مینوس 2 را به 2 ضرب کنیم 4x حاصل می شود جمع 4. اکنون خیلی که معلوم گردید این معادله به معادله کوادراتی آورده می شود. هنگامی x را به طرف راست گذراندن چنین حاصل می کنیم x کوادرات مینوس 5x جمع 4 برابر 0. ریشه این معادله کوادراتی را قلای است موافقاً با واسطه تئورم وید یافتن. یعنی x1 برابر است به عدد 1 x2 برابر است به عدد 4. یعنی که هنگامی 1 و 4 را ضرب کردن عدد 4 حاصل می شود 1 را با 4 جمع نمودن عدد 5 حاصل می شود. این عددها رو ما یافتیم ریشه های معادله رو. اکنون می سنجیم که کدام از این ریشه ها حل این معادله شده می تواند. یعنی سنجش می گذاریم. یک را به جای عددی تغییر بنده x گذاشته می سنجیم.
ریشه کوادراتی از یک برابر یک مینوس دو. ریشه کوادراتی از یک با مو یک حاصل می شود. یک مینوس دو به مینوس یک برابر است. خیلی که معلوم گردید عدد یک حل این معادله شده نمیتواند. پس می نویسیم x برابر یک این ریشه بیگانه می باشد. اکنون عددی 4 رو میگیریم و به جای تغییر بنده x میگذاریم. یعنی می نویسیم ریشه کوادراتی از عددی 4 برابر 4 طرح 2. ریشه کوادراتی از عددی 4 با ما عددی 2 حاصل می شود. 4 رو از 2 طرح کردن عددی 2 حاصل می شود که در نتیجه x برابر 4 ریشه این معادله به حساب می رود. اکنون بیایید مثال دوم را به را حل میکنیم. در مثال دوم چنین آمده است ریشه کوادراتی از x مینوس 6 برابر ریشه کوادراتی از 4 مینوس x. برای یافتن عدد نامعلوم x هر دو طرف این معادله رو به کوادرات میبرداریم. یعنی ریشه کوادراتی از x مینوس 6 در کوادرات برابر ریشه کوادراتی از 4 مینوس x در کوادرات. خیلی که معلوم گردید هنگامی به کوادرات برداشتن دو طرف معادله ایراسیونلی رادیکال یعنی ریشه کوادراتی با 2 ریشه کوادراتی با 2 اصلاح کرده شده با ما x مینوس 6 برابر 4 مینوس x رو میدهد. اکنون معادله پیدا شده این معادله خطی می باشد یعنی که معادله عادی ترین عددی نامعلوم رو در یک طرف نامعلوم ها رو در طرف دیگر میگذارانیم و عددی نامعلوم آن رو میابیم. x جمع x برابر 4 جمع 6 یا اینکه 2x برابر 10. از اینجا x رو هنگامی یافتن 10 رو به 2 تقسیم نموییم عددی 5 حاصل می شود. اکنون 5 رو میگیریم و به جای تغییر بندهای x میگذاریم. یعنی میسنجیم که آیا عددی 5 حل این معادله شده میتواند یا نه. میسنجیم 5 رو میگیریم به جای x میگذاریم. ریشه از 5 مینوس 6 برابر ریشه کوادراتی از 4 مینوس x برابر از عدد 5. ریشه کوادراتی از 5 مینوس 6 ریشه کوادراتی از مینوس 1 برابر ریشه کوادراتی از مینوس 1 حاصل می شود. خیلی که ما تعریف ریشه کوادراتی رو میدونیم باید در تحت ریشه کوادراتی اریتمتیکی باید عددی مثبت باشد. از این لحاظ ما گفته میتونیم که این معادله حل ندارد. یعنی x برابر 5 حل این معادله شده نمیتواند. یعنی این ifade عینیتا نابرابر است. معنا ندارد می نویسیم. معنا ندارد. پس در جواب گفتم ممکن است که معادله داده شده حل ندارد. مثال چهارم را دیده میبریم. در مثال چهارم چنین آمده است معادله ایراسیونلی زیرین حل کرده شود که این معادله برابر است به x مینوس 1 برابر ریشه کوبی از x کوادرات مینوس x مینوس 1. برای آنکه در این معادله عددی نامعلوم x را یابیم هر دوی طرف این معادله را به درجه 3 میبرداریم. برای چی به درجه 3؟ برای اینکه در طرف راست معادله ریشه درجه 3 جای دارد. یعنی می نویسیم x مینوس 1 کوب برابر ریشه کوبی از x کوادرات مینوس x مینوس 1 در درجه 3. اکنون طرف چپ و طرف راست معادله رو تبدیل داده معادله الگبروی رو پیدا میکنیم. یعنی در طرف چپ معادله x مینوس 1 رو هنگامی به کوب برداشتن فرمول ضریب مختصر رو استفاده میبریم. یعنی x کوب مینوس 3x کوادرات جمع 3x مینوس 1 برابر هنگامی 3 رو با 3 اختصار نمودن x کوادرات مینوس x مینوس 1 حاصل می شود. اکنون طرف راست معادله رو به طرف چپ آن میگذرانیم. موافقاً هنگامی گذرانیدن به طرف چپ معادله علامت های هر یکی این ifade یا یک ازاگی تغییر می‌یابد. یعنی x کوب مینوس 3x کوادرات جمع 3x مینوس 1 مینوس x کوادرات جمع x و جمع 1 برابر 0.
از اینجا ifade های مانندی آنها رو جدا میکنیم و مدل رو حل میکنیم. x کوب در این ifade x کوب نیست، می نویسیم x کوب مینوس 3x کوادرات مینوس x کوادرات و مو مینوس 4x کوادرات رو میدهد. 3x با x هنگام جمع کردن با مو عددی 4x رو میدهد. در این ifade طرح یک و جمع یک است که آنها اصلاح کرده میشوند برابر 0. از اینجا ما مدل کوبی رو پیدا کردیم. برای حل این مدل از قوس تقریباً x رو میبریم برای آنکه هر یکی این ifade x رو دارد، بنابراین x رو از قوس میبریم و در نتیجه x کوادرات مینوس 4x جمع 4 برابر 0 حاصل می شود. هر یکی این ضربشنده ها رو به صفر برابر کرده x رو میابیم، یعنی در یکم x برابر 0 یا اینکه x کوادرات مینوس 4x پلس 4 برابر 0. از اینجا x مینوس 2 در کوادرات موافق فرم ضرب مختصر برابر 0 می شود یا خود x برابر به 2 برابر است. یعنی که خیلی که معلوم گردید مدل داده شده دو ریشه های حقیقی یا اینکه ریشه های بتون دارد. این عدد ها رو به جای x میگذاریم و میبینیم که آیا این ریشه ها ریشه های مدل می باشند یا نه. سنجش میگذاریم. یکم 0 رو میگیریم به جای x میگذاریم، یعنی مینوس 1 برابر 0 رو میگیریم و به جای تقریباً x میگذاریم، یعنی 0 مینوس 1 با مو مینوس 1 رو میدهد. 0 رو به جای x میگذاریم، 0 رو به درجه 2 برابریم 0 0 مینوس 0 0 0 مینوس 1 با مو مینوس 1 حاصل می شود. اکنون عدد 2 رو نیز به جای x گذاشته میسنجیم، یعنی 2 می نویسیم. 2 رو به جای x گذاریم 2 مینوس 1 با مو 1 حاصل می شود. 2 رو به کوادرات برداریم 4 مینوس 2 رو میگذاریم 2 مینوس 1 و در نتیجه با مو 1 برابری ریشه کوبی از 4 مینوس 2 مینوس 1 حاصل می شود که این برابر 1 است. خیلی که معلوم گردید دو ریشه یافته ما مدل داده شده را قناعت می کنند، یعنی در جواب مدل دو ریشه دارد می نویسیم. یکی از ریشه خردترین آن 0 و دیگری به 2 برابر است. مثال پنجم را دیده میبریم. در مثال پنجم توقع کرده می شود که مدل های زیرین را حل کنیم. مدل های داده شده مدل های ایرراسیونالی می باشند. توقع کرده می شود که این مدل های ایرراسیونالی را با واسطه داخل کردن تغییرابنده نو دیده براییم. یعنی داخل نمودن تغییرابنده نو این یکی از طرز های دیگری حل مدل های ایرراسیونالی می باشد. یعنی حل میکنیم. در اول مثال A رو حل میکنیم. خیلی که در این مثال معلوم است x مینوس 6 ریشه از x جمع 8 برابر 0. یعنی که هنگام ریشه کوادراتی از x رو با دیگر تغییرابنده ifade کردن ما میتونیم به جای x y کوادرات رو گذاریم. یعنی در اول می نویسیم که y باید عددی مثبت باشد، یعنی هر دو طرف این مدل رو به کوادرات برداشته برابری رو به کوادرات برداشته حاصل میکنیم x برابر y کوادرات. این تغییرابنده نو می باشد. ما تغییرابنده نو رو داخل کردیم، یعنی به جای x y رو میگذاریم، به جای x y کوادرات رو میگذاریم، یعنی y کوادرات مینوس 6y جمع 8 برابر 0. خیلی که از این مدل معلوم گردید این مدل کوادراتی می باشد. مدل کوادراتی آورده شده ریشه آن رو موافقاً با واسطه تئورم وید می نویسیم. 2 و y 2 به عدد 4 برابر می شود. اکنون این عددها یافته شده رو به جای تقریباً y میگذاریم برای آنکه این عددها یافته شده عددهای مثبت می باشند. یعنی یکم ریشه کوادراتی از x برابر 2 هر دو طرفی مدل رو به کوادرات برداشتن x برابر 4 حاصل می شود و در نتیجه دویم رو نیز اجرا میکنیم. 4 رو به جای y میگذاریم، ریشه کوادراتی x به 4 برابر است
انکنون هر دو طرفی مودل رو به کوادرات برداریم x برابری 16 حاصل می شود موافقا. یعنی حل این مودل به عددهای 4 و 16 برابر است که سنجیدن این عددها به خوانندگان حواله کرده می شود. انکنون بیایید مثال B رو دیده می براییم. در مثال B چنین مودل آمده است. یعنی 5x مینوس 1 جمع ریشه کوادراتی از 5x مینوس 1 برابر 12. ما می توانیم این مودل رو تبدیل داده در طرف یکم ریشه دار و در طرف دیگر به ریشه ifade ها رو نوشته ایستاده آن رو به کوادرات برداریم. لیکن ما این طرز رو اجرا نکرده ایستاده طرز دیگری آسان یعنی که داخل نمودن تغییربندی نو رو استفاده میبریم. خیلی که از این مثال معلوم است ریشه کوادراتی از 5 مینوس x و 5x مینوس 1 در درجه 1 جای دارد که هنگامی ریشه کوادراتی از 5x مینوس 1 رو با واسطه تغییربندی نو عوض کردن ما میتوانیم 5x مینوس 1 به جای آن y کوادرات رو گذاریم. یعنی که هر دو این طرفی برابری رو با کوادرات برداشتن 5x مینوس 1 با y کوادرات برابر می شود که در اینجا y عددی مثبت است و چنین مودل حاصل میکنیم y کوادرات جمع y مینوس 12 برابر 0. مودل پیدا شده مودل حاصل شده مودل کوادراتی آورده شده می باشد که حل این مودل موافقاً با واسطه تئورم وید یافته می شود. یعنی y1 به ما مینوس 4 رو می دهد و y2 به ما عددی 3 رو می دهد. مینوس 4 و 3 رو به جای تغییربندی y می گذاریم. یعنی خیلی که معلوم است به جای تغییربندی y ما تنها عددی مثبت رو گذاشته می تونیم. پس ریشه بیگانه می باشد y برابر مینوس 4 یعنی که قانع نمی سازد ما فقط y برابر 3 رو به جای y می گذاریم. یعنی ریشه کوادراتی از 5 مینوس x برابر 3. هر دوی طرفی این مودل رو به درجه 2 برداشتن حاصل می کنیم 5x مینوس 1 برابر 9 یا اینکه 5x برابر مینوس 1 رو به طرف راست می گذارانیم 9 جمع 1 10 حاصل می شود یا اینکه x برابر 2 که این حل این مودل به حساب می رود که سنجیدن آن به خوانندگان حواله کرده می شود. شروع می کنیم به حل مودل و یعنی که به حل مودل و رو می نویسیم در اول ریشه کوادراتی از x مینوس 3 مینوس 6 برابر ریشه درجه 4 از x مینوس 3. برای حل این مودل ما تغییربندی نو را داخل میکنیم. یعنی خیلی که معلوم است ریشه درجه دوم در ما داده شده است و ریشه درجه 4. یعنی که در اینجا هنگامی از ریشه آزاد کردن این ifade با ما 1 تقسیم 4 و 1 تقسیم 2 حاصل می شود که در اینجا ریشه درجه 4 همچون ریشه خرد حسابیده می شود و ریشه درجه دوم ریشه کلانتر حسابیده می شود و ریشه درجه 4 رو با واسطه تغییربندی نو چنین می نویسیم. یعنی x مینوس 3 هنگامی به y ifade نموده در اینجا y کلان از 0 این ifade رو به درجه 2 برداریم و ما ریشه کوادراتی از x مینوس 3 برابر y کوادرات حاصل می شود. اناکنون به جای ریشه کوادراتی از x مینوس 3 y کوادرات رو می گذاریم در نتیجه y کوادرات مینوس 6 و هم برابر y حاصل می شود. اناکنون تغییربندی y رو به طرف چپ می گذارانیم یعنی y کوادرات مینوس y مینوس 6 برابر 0 حاصل می شود. مودل داده شده مودل حاصل شده مودل کوادراتی آورده شده به حساب می رود که ریشه این مودل موافقاً با تئورم وی یافته می شود. یعنی y1 به مینوس 2 و y2 به 3 برابر می شود. مینوس 2 رو به جای y نمیگذاریم برای آنکه عددی منفی حاصل شد. 3 رو به جای y میگذاریم. یعنی ما میتونیم چنین نیز نویسیم ریشه درجه 4 از x مینوس 3 برابر مینوس 2 مودل حل ندارد. یعنی این مودل رو حل کردن ممکن نیست. دوم
ریشه درجه چهارم از x مینوس 3 برابر عددی 3 رو میگذاریم و هر دوی طرف این معادله رو به درجه 4 میبرداریم. یعنی ریشه درجه چهارم از x مینوس 3 در درجه 4 برابر عددی 3 رو نیز به درجه 4 میبرداریم و چنین حاصل میکنیم. x مینوس 3 برابر 3 رو به درجه 4 برداریم 81 حاصل می شود. x برابر 81 جمع 3 یا اینکه x برابر به عدد 84 برابر است که حل این معادله به حساب می رود. خوانندگان عزیز مثال جنبستی موضوع را دیده می براییم. طلب کرده می شود که معادله زیرین حل کرده شود. یعنی برای معادله زیرین را حل کردن ما هر دوی این طرفی معادله را به کوادرات می برداریم. یعنی می نویسیم حال می نویسیم قوس ریشه از x جمع 6 مینوس ریشه از x جمع 1 در درجه 2 برابری ریشه کوادراتی از 2x مینوس 5 در درجه 2. طرفی چپ معادله معلوم است که ریشه از x جمع 6 مینوس ریشه از x جمع 1 در کوادرات موافقاً با فرمول ضریب مختصر به کوادرات برداشته می شود. یعنی ریشه کوادراتی از x جمع 6 در کوادرات مینوس دوچند یکم بر دوم یعنی چنین می نویسیم و جمع کوادراتی اعضای دوم این به ما ریشه کوادراتی از x جمع 1 در کوادرات حاصل می شود برابر کوادرات با ریشه اصلاح شده 2x مینوس 5 رو می دهد. اکنون این طرفی چپ معادله رو ساده می کنیم. یعنی کوادرات با ریشه اصلاح می شود x جمع 6 مینوس 2 ضرب ریشه کوادراتی از x جمع 6 ضرب ریشه کوادراتی از x جمع 1 جمع کوادرات با ریشه اصلاح می شود x جمع 1 برابری 2x مینوس 5 حاصل می شود. اکنون ifade ریشه دار رو در یک طرف ifade بی ریشه را در طرف دیگر میگذارونیم و باز یک مراتب دیگر به کوادرات میبرداریم. x جمع 6 جمع x جمع 1 ifade 2x مینوس 5 را به طرف چپ میگذارونیم. یعنی مینوس 2x جمع 5 حاصل می شود. ifade مینوس 2 ریشه کوادراتی از این ifade را به طرف راست گذراندم 2 ضرب ریشه کوادراتی از x جمع 6 ضرب x جمع 1 در قوس حاصل می شود. اکنون x مینوس 2x اینها ifade های مقابلند آنها رو ما اختصار می کنیم. 6 جمع 1 با ما 7 رو می دهد. 7 جمع 5 عددی 12 حاصل می شود برابر است به 2 ضرب ریشه کوادراتی از قوس رو می کشاییم. یعنی حاصل می کنیم x کوادرات جمع x جمع 6x جمع 6 حاصل می شود یا اینکه 2 ضرب ریشه کوادراتی از x کوادرات جمع 7x جمع 6 برابری 12 حاصل می شود. اکنون هر دوی طرف این معادله رو به عددی 2 تقسیم می کنیم و حاصل می کنیم ریشه کوادراتی از x کوادرات جمع 7x جمع 6 برابری 12 رو به 2 تقسیم نمودن 6 حاصل می شود. اکنون هر دوی این طرفی معادله رو به کوادرات برداشته حاصل می کنیم x کوادرات جمع 7x جمع 6 در کوادرات برابری 6 در کوادرات. یعنی کوادرات با ریشه اصلاح شده با ما x کوادرات جمع 7x جمع 6 برابری 6 را به درجه 2 برداشتن عددی 36 حاصل می شود یا اینکه x کوادرات جمع 7x جمع 6 مینوس 36 برابری 0. از اینجا حاصل می کنیم معادله کوادراتی رو یعنی x کوادرات جمع 7x مینوس 3 برابر 0. از این معادله کوادراتی آورده شده حاصل شد. ریشه های این معادله کوادراتی آورده شده موافقاً با واسطه تئورم ویت یافته می شود. یعنی x یکم برابر است به مینوس 10 x دوم باشد برابر است به 3. دو این ریشه های یافته شده را ما می توانیم سنجش گذارانیم
سنجش این دو ریشه ها به خوانندگان حواله کرده می شود، لیکن ما میتونیم سنجش را همچون شفاهی اجرا کنیم. مینوس 10 را هنگامی به این ifade ها گذاشتن، یعنی مخصوصا در طرف راستی معادله هنگامی مینوس 10 را به جای x گذاریم عددی منفی در تحت ریشه حاصل می شود. یا اینکه مینوس 10 را به اینجا و به اینجا گذاشتن نیست، عددهای منفی حاصل می شود که مینوس 10 را ما همچون ریشه بیگانه معادله قبول میکنیم. یعنی حل معادله مینوس 10 شده نمیتواند، پس حل معادله شده میتواند به عدد 3 برابر است. یعنی در جواب می نویسیم جواب x برابر است به عدد 3. مینوس 10 باشد و ریشه بیگانه این معادله داخل می شود. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع بیایید شروع میکنیم به حل مثال ها به روی کارهای مستقلانه. برای شما 3 سپارش پیشنهاد کرده می شود که سپارش های زیرین چنینند: یکم معادله ها را حل کنید. در اینجا 3 معادله ساده ترین ایراسیونالی داده شده‌اند، آنها را باید حل کرد. در سپارش دوم باشد ریشه معادله را یابید، یعنی که معادله زیرین داده شده است، و در سپارش سوم باشد معادله ایراسیونالی حل کرده شود. این است سپارش کارهای مستقلانه موضوع معادله های ایراسیونالی. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.